من در بنای سیرک برنامه کنسرتی داشتم. صبح شد میخیزم باران هم نه، ژاله. دلم سیاه شد. گفتم آیا کسی میآید به کنسرتی من یا نه؟ بعد همراه همکارم دویم آشانه رفتنی بودیم به خاطر ببینیم که تالار آدم هست یا نه. همین لحظه یک مادر سر تا پا تر بود، چتر نداشت، وارد تالار شد و یک قامتش رو راست کرد، لبخند کرد. همکارم گفت خاله از کجا آمدی؟ گفت ای کلاب آمدم. گفت چی درد داری در همین هوا در خانت میشیشتی؟ گفت نه، برای این بچه هم گفت اگر آسمان سنگ بارد میام. مثل این مادر. سلامت باشه. پس من مدیون محبت های شما مادرهای عزیز هستم. همیشه برای شما میخوانم، همیشه برای شما وصف میکنم. بسیاری از مادرها وقتی که با من صحبت میکنن رحمت هم میگویند که پسری سرکش و قیصر ما یک سرود تو را شنید و ما را خبرگیری آمد. این برای من بسنده است. سرود نوبتی برای مادرهای عزیز. خوش آمدن. صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر، فتح و کشای اشاره دستی دعای مادر، فتح و کشای اشاره دی دستی دعای مادر. غم خوار و غم شریکا از موی سر زیاده، غم خوار و غم شریکا از موی سر زیاده، اما بروزی سختی خالیست جای مادر، اما بروزی سختی وای خالیست جای مادر. گر شعرک سروده از بود و از نبودم، گر شعرک سروده از بود و از نبودم، در تینتم سریشته سوز و نوای مادر، در تینتم سریشته وای سوز و نوای مادر. صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر، فتح و کشای اشاره دستی دعای مادر، فتح و کشای اشاره دی دستی دعای مادر. غم خوار و غم شریکا از موی سر زیاده، غم خوار و غم شریکا از موی سر زیاده، اما بروزی سختی خالیست جای مادر، اما
بروزی سختی وای خالیس جای مادر خالیس جای مادر خالیس جای مادر السلام علیکم. خواهر جان چشم شما من هستم، آوازی من است. هر کجا آوازی من شنیده، اصلا آدم هایی که نمی بینن از روی آواز می روند. شما که آوازی من شنیدید راحتانه پیدا میکنید. خداوند شفا دهد، سلامت باشید. من میندار هستم. برام مهم نیست که در کنسرت من شاید خانم باید اشتراک کند که 1 کیلو در گردن زنجیربند طلایی داشته باشه. این عموما مهم نیست، باور کنید. همچون فرزند میگم برای شما، همچون یک برادر برام مهم است من انسان بودن و انسان ماندن و محبت کردن و آدمیت را بلد بودن است. سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر. گرفتم دستگل زیبا خاله. از درد و غم دهر به جانم آخر، انگشت نمای مردمانم آخر، نادیده شکفتن گل را به بهار، در پنجه زندگی خزانم آخر. لیکن من تمنا میکنم که شما یک روز بهار را بینید، شکفتن گل را بینید. تشکر زیاد. یک قرصک براشون خواهش میکنم. سلامت باشید.